نویل گادارد می گفت اگر این تمرین رو درست انجام بدی ذهنت مجبور میشه واقعیت رو تغییر بده. نویل گادارد برای اثبات قدرت تخیلی تمرین خیلی ساده داد به اسم تکنیک نردبان. اون گفت 3 شب پشت سر هم قبل از خواب چشمات رو ببند و خودت رو تصور کن که از یک نردبان بالا میری. نه فقط ببینی بلکه حس کنی. دستات روی نرده هاست. پاهات روی پله هاشه و بدنت داره بالا میره. بعد از اون در طول روز آگاهانه به خودت بگو من از هیچ نردبانی بالا نمیرم. نکته عجیب اینجاست. نویل میگفت بیشتر آدما چند روز بعد بدون برنامه ریزی، بدون دلیل خاص خودشون رو در موقعیتی میبینن که از یک نردبان دارن بالا میرن. و این تمرین برای نردبان نیست، برای اینکه بفهمی اگر ذهنت نردبان رو ساخت، پول و عشق رو هم میسازه.